تبریک میگم. از امشب پرستار شیفت شب بیمارستان شدی. وظایفت ساده است، ولی تا وقتی که این قوانین رو دنبال کنی. قانون اول: رأس ساعت 12 بررسی شبانه رو شروع کن و وضعیت بیمارا رو ثبت کن. اگه دیدی یکی هنوز بیداره و داره با کسی حرف میزنه ولی هیچ کس اونجا نیست، نادیده بگیر و ادامه بده. قانون دوم: اگه دیدی یه برانکارد داره خودش حرکت میکنه، بهش نزدیک نشو. فقط سرتو پایین بنداز و وانمود کن متوجهش نشدی. قانون سوم: اگه روی نمایشگر علامت احضار پرستار برای اتاق شماره 13 ظاهر شد، اصلا اونجا نرو. سالهاست کسی داخل اون اتاق بستری نشده. قانون چهارم: اگه آسانسور بیمارستان طبقه ایستاد که اصلا وجود نداره، نباید ازش پیاده شی. اون راهروها برای زنده ها نیست. قانون پنجم: ساعت 3 شب وقت داروی یکی از بیماراست که اسمش توی هیچ لیستی ثبت نشده. فقط قرص ها و یه لیوان آب روی میز کنار تخت بذار. ولی یادت باشه اصلا به سقف اتاق نگاه نکن.